سلام، کیان نجفی هستم. چند روز دیگه شب یلداه. حتما همه میدونید که این شب یکی از کهن‌ترین جشن‌های ایرانیه. شب یلدا از 30 آذر که آخرین روز پاییز شروع میشه و تا طلوع آفتاب اول دی که اول زمستانه ادامه داره. خیلی زیاده، نه؟ از پاییز شروع میشه و تا زمستون تموم میشه. چه کیفی کنی. در این شب بیشتر افراد پیش بزرگتر فامیل میرن و جشن میگیرن. منم میرم خونه مادر بزرگم و غذاهای خوشمزه‌ای که مادر بزرگم برام درست میکنه رو میخورم. وای غذای مامان بزرگم. دوست دارم زودتر شب یلدا بشه. خب در این ویدیو میخوام در مورد شب یلدا که چه مراسمی در این شب هست، چه خوراکی معمولا در این شب میخورن و اینکه چه کشورهای دیگه ای به غیر از ایران این شب رو جشن میگیرن و یک عالم اطلاعات خوب دیگه براتون توضیح بدم. شب یلدا اسمای دیگه ای هم داره. شب چله، جشن یلدا. خلاصه که شب یلدا یکی از قدیمی ترین جشن‌های باستانی ایرانی هاست، مثل عید نوروز و چهارشنبه سوری. این شب از نظر زمانی طولانی ترین شب سال هم هست، حتی اگه 1 دقیقه از شب قبل طولانی تر باشه. شاید اسم چله رو بیشتر شنیده باشید. چله قدیما بیشتر استفاده میشد. مثلا پدر بزرگم روزهای زمستون رو با چله بزرگ و چله کوچک تعریف میکنه. از شب یلدا تا 40 روز بعد چله بزرگ و 20 روز بعدش هم چله کوچیک میگن. شب یلدا یا شب چله از لحاظ علم نجوم اول زمستان و برابر با انقلاب زمستانه و با کم شدن زاویه حرکتی خورشید در آسمون در این زمان ما در نیمکره شمالی شاید بلندترین شب سال و کوتاه‌ترین روز سال هستیم. ولی از انقلاب زمستان و یا شب چله به بعد خورشید کم کم به نقطه شرق و غرب نزدیک میشه تا بهار که در این زمان شب و روز برابر میشه. تاریخ شب یلدا 7000 سال قدمت داره. نشانه و آثار این جشن در ظروف باستانی کشف شده از هزاران سال پیش وجود داره. حالا سوال اینجاست، از چه زمان شب یلدا وارد تقویم ایرانی‌ها شد؟ شاید بگین 40 سال پیش یا 50 سال یا 100 سال. نه عزیزم، جشن یلدا از حدود 2500 سال پیش از زمان داریوش اول به تقویم ایرانی‌ها وارد شد. یک سوال که برای خودم هم پیش اومد اینه که چرا این شب رو ایرانی‌ها تصمیم گرفتن جشن بگیرن؟ چندین دلیل برای این سوال اومده. یکی این که ایرانی‌ها مردمانی شاد بودن و از هر فرصتی استفاده می‌کردن تا بساط جشن رو برپا کنن، مثل جشن مهرگان، عید نوروز، جشن سده، جشن چهارشنبه سوری و خیلی های دیگه. دلیل دیگه ای که هست اینه که آنها اهمیت نور و گرما رو میدونستن و روزهای بلندتر و نشانه پیروزی روشنایی بر تاریکی میدونستن. برای همین آنها آخرین روز پاییز رو به این نشانه جشن میگرفتن. کلا در ایران باستان هر رسم و رسومی فلسفه خودشو داره. یک دلیل محکم دیگه که خودم کشفش کردم اینه که آقا دوست داشتن جشن بگیرن، مگه شاد بودن دلیل میخواد؟ به غیر از ایران که زادگاه این آیین زیباست، بعضی کشورهای دیگه هم این شب رو جشن میگیرن، مثل افغانستان، آذربایجان، تاجیکستان، پاکستان، ترکیه و اخیراً کانادا و آمریکا. اونم به خاطر ایرانی هایی که به اونجا مهاجرت کردن. این
چرا نگفتم؟ یکی دیگه از رسمایی که در این شب انجام میدیم اینه که فال حافظ میگیریم. من خیلی شعر دوست دارم، مخصوصا اگه این شعر رو خودم به همراه مادرم بخونم. در این شهر یکی یکی مهمان ها نیت میکنن و یک صفحه از دیوان حافظ رو باز میکنن و شعرش رو میخونن و با نیتی که کردن از شعر لذت میارن. حافظ خوانی از رسوم قدیمی و پسندیده این شب با شکوهه. شب طولانی کنار اونایی که دوستشون داری و دوست دارن و تو. در این شب همه بهترین و خوشمزه ترین غذاهاشون رو میپزن و در کنار هم نوشجو میکنن. ولی خوراکی های اصلی که از قدیم همیشه مرسوم بوده هندوونه، آجیل و اناره و هر کدومشون فلسفه خودشونو دارن. خدا خیرشون بده. غذاش خوب بود، ساندویچ میدادن، نوشابه دادن، پرتقالدان زدن دادن. امیدوارم شب یلدا جشن فوق‌العاده‌ای در کنار خانواده‌هاتون باشه. این جشن خیلی به شعار ما نزدیکه. شرط زندگی شاد بودنه، پس همیشه شاد باشید. تو خوشحالی جای یه چند تا مسافر